مرد صالح از کنار شخصی گذشت که گوشت حیوانی را بر آتش کباب میکرد. مرد صالح وقتی گوشتها را بر روی آتش دید گریه کرد. آن مرد از او پرسید که چرا گریه داری؟ آیا برای کباب گریه داری تا از آن بخوری؟ مرد صالح در جواب فرمود نه، گریه من برای کباب نیست، به خوردن آن نیازی ندارم، بلکه گریه من به خاطر انسان هاست. ببین، حیوانات وقتی در آتش کباب می شوند که مرده اند و جان در بدن ندارند، اما ما انسان ها در آخرت در حال در آتش جهنم عذاب می شویم که زنده ایم و در بدن جان داریم، عذاب را حس می کنیم. پروردگارا، جسم ما توان عذابت را ندارد، و فضل و کرمت از گناهانمان درگذر و ما را مورد عفو و بخشش قرار بده. آمین یا رب العالمین.